هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست. حتما با من همراه باشید. خیلی عمیق‌تر میریم سراغ این دنیای جذاب و جالب. خب هوش مصنوعی از یه ابزار ساده تبدیل میشه به یه شریک واقعی. ترجمه سریع، پیشنهاد فیلم ها و آهنگ هایی که دقیقاً سلیقمونه. ولی این تازه اول راهه. هوش مصنوعی کنار ما زندگی میکنه، با همون فکر میکنه، حتی ممکنه احساس رو بفهمه برای ساختن آینده‌ای بهتر. آینده‌ای که مرز بین فکر انسانی و تحلیل ماشینی کمرنگ میشه. ما با هوش مصنوعی نه رقابت میکنیم بلکه همزیستی میکنیم، چون قدرت واقعی وقتی ساخته میشه که انسان و ماشین با هم متحد بشن. این فقط یه شروعه. هوش مصنوعی جوری داره با ما همزیستی میکنه، داره میره جلو که حتی ما واقعا وابستش هم هستیم. اگه نباشید میشید در آینده، چون که الان در حال حاضر خیلی شغل ها به وجود اومده و خیلی ایده های خوبی میده، خیلی فراتر از یه دوست معمولی میشه. اگه خوشتون اومد ویدیوی کاملش قراره واسهتون بذارم، از دستش ندید.